خب پس که نرفته. با خدا حادثه کتا بود کی با خدا نه کجا مورا؟ مورا این از مایا. بسر چرخ خورد و خلاصه ما 3 تا پایین شدیم. بازو اونا رفتن دیگه. هنوزم نشان از چراغ و گپایش نیستیم. از این بابا دیگه اینمی خرق و اینمی درک. سایکو؟ ما سعی کردم بعد موتور به کنترل شده بود دیگه پنجره رو باز کردم دلم بود که خودو بکشم بالا بندازم بیرون خب شما صاحب همین راه مسیری دایکندی همواره این مثل زمستان چالش داشته چقدر واقعا برای مردم دایکندی سخت است که همواره شبها بیاین سفر کنن و چنین مشکلاتی به بار بیاین. همطور صاحب بیخو یک گوشه بسیار کوچیکی از مشکلات مردم دایکندی ما مسیر بسیار طولانی ده تقریبا 15 ساعت خامه است مثلا در طول زمستان کوتلای بسیار کلان و برفگیر اینی فکر کنیم که تو مثل زمستان نامده ولی اینجا بند یک بندانه دیگه این همیشه این مشکلات بوده اگرچه میگه پسان بازم خدا شکر سرک خوبتر شده ولی دیگه هنوز هم مشکلات پا برجا مشکلات بسیار پا برجا خطر ما سالانه در این مسیر تلفات میدیم سالانه و در مجزای ما به دلیل خرابی سرک و دوری سرک در مسیر را از بین موره فقط خوشبختانه کاری که شده ای است که این مسیر تکمیل از لحاظ کندنکاری و از زیربنا مثلا پلچک هایش هست همه چیزا هست و کندنکاری شده همه چیز آماده ازی است که این مسیر اسفالت شده این گذشته شده در اون جمعیت بده که اگر حکومت فعلی تصمیم بری داشته باشه که این مسیر جور شده بسیار کار آسان است کندنکاری و ساخت زیربنای شده میشه با بسیار آسانی اگر اراده بری کاری باشه این مسیر کار شد با یک نگرانی یک ولایت در کنار از او بلوسوالی مثلا 50 ورس و یک مسیر یکی هم کشت ما رو نگرانی از دوستان بیشتر ولی یه روی داد که یک تعداد از دوستان داخل موتر خواب بدن و ما یک تعداد دیگه بیدار بدیم هرچی گفتیم موتروانه که چند بسته کن نکردن گفت نه مشکل نیست و سرانجام یک جایی که رسیدیم که موتر همین تایرایش دیگه دا آخر کتل نه آخر کتل نبود تقریبا آخر بود کتل پای کتل پای کتل سر رسانده بودیم و اونجا موتر دیگه که اگر بریک میکرد موتروان این موتر همون جای به جای میلغزید و خدا نخواسته یک حادثه میشد ولی موتروان بنا به یک تجربه خوبی که داشت همین موتر جای به جای همین گیری لیور زد یا گیری عقبه و همون تا بسیار تیز آمدیم یک جایی موتر چرخ خورد و خلاصه ما 3 تا پایین شدیم بازو اونا رفتن دیگه هنوزم نشانی از چراغ و گپایش نیستیم که در کجا رسیده ما هنوز نمیدانیم همون تو مسیر ادامه داره چون زیاد اینطور یک یخبندانه دیگه موتر بریک کرده نتونسته دیگه یک رفته دیگه خیلی تا دیگه باز که و یک دوست ما که همراه ما بود اونام رفتن به لحاظ ازی که نگران ما خانوادهش بود 2 تا عضو خانوادهش داخل موتر بود و از خانوما دیگه ما و شهاب صاحب باز هم همیتون تیز برمیگردیم به این تاریکی شب. شهاب صاحب اون اینجاست دوست ما اونجا دسته منتظر ماست. شهاب صاحب فعلا نگرانی برادرت بیشتر است یا اینکه ترست بیشتر چون حال پای کوی چی هستیم
شاتو، اینکه ممکن است گرگ یا ممکن کنم حیوان وحشی دیگر اینجا باشه. والا ترس نداریم چون دوستان باید ما سر صد درصد موبایل من داخل موتر مانده بود. باش که شاب سبیانجی چطور هم یک تصویر بگیریم بسیار جالب است اینا. وقتی که شب است و برف است و یخ است باز یک نمای زیبا، یعنی خارای بغل سرک هم داره. خب بنده عزیز، همون سفر ما شاب صاحب در نصف شب ساعتی البته 2:30 یا 11 بجه شب است ادامه داره. ما امیدواریم که بخیر موتر خود پیدا کنیم. یاسین چطور بود؟ ما چطور بود؟ صاحب بود؟ یاسین خیلی دل داره. چای ما بگی. ترس چطور بود؟ چای باسا نگدم دیگه موت پسکی. واسط خیلی دل داره با قرآن. همونجی که مرا گفتی ساگا. ای شو پایجانه کی بودید؟ با خدا حادثه کتا بود کی با خدا نه. کجا مورا؟ مورا تو نبودی یگو مسلمان دیگه بود. نه با خدا. اگه کس ما همونجی دیدیم فینالی دیگه رسیده بی شروع کده تا فتن ما را چی کدو کمک کد دیوار سنداختم دیدی موتر زنده شد. ای ما اونمونجا مادر اگه نفر دیگه بودی ور خطایی میکدی نه لیوار زده میتونیست نه دیگه هم رفته بود دیگه از پیش ما باز نه ور خطایی کدی دیگه موتر رفت خلاص. یک چانس دیگه ما کدی پشت سر ما این در گلای ملایی نبودیم تا مستقیم موتر یا سیده اماد نه او رو ما را بدن دیوار سنداختم تا گیر پرده بدم که اماد شواب بچه ما خواه بودم چرا یک چند ما فکر کردم هم زمانی که تو آخرها رسته بودی نه؟ آره ما فکر میکردم خود چرت میزدم که همی چند بسته کده بشه یا نکده بشه چون خواه بودم نه؟ یادم ندیدم که موتر بس کی میاد دارم ما خیلی ترسیدم. همونجا که تو خنده کردی گفتی چی گفته اونمونجا ما دل گرفتم اگر این بچه رو بودم یک خدا پرده کن موتر هر زمانی که پاسکی حرکت کرد پرده و نکن یک کدام شد نه موتروان پرده و نه صافیر والا خوب شد بخیر تر شد دوستا یعنی مسیر دیگه از اون استقامت بلند بخی علی بسته نکده بود پایین علی علی بسته نکده بود علی هم بسته نکده بود علی یک دونه چند بسته کده بود نالی سعی کنید که خوب ما هر دو رو بسته کده نالی علی دیگه موترونه دیگه اگر در این مسیر حرکت نه این از این قسمت دوستا این از این قسمت اینجا هستن شما میبینید که جای موتر هست این اینجا موتر با پس آمد دیگه بخیر حادثه بخیر این گرفته بود که از اینجا خود پرتو کنه. خلاصه چی بود؟ یعنی بیدار بود میخواست که یک عمل انجام بده. الان تو چی تصمیم داشتی؟ البته ما سعی کردم بعد موتر به کنترل شده بود دیگه پنجره رو باز کردم دل بود که خود بکشم بالا بندازم بیرون. منتظر بودم که کنترل بشه. یعنی اگه دیدم خیلی به کنترل شد دیگه می‌خواستم هم خود بیرون بندازم وسط باز موتر کنترل شد باز ما دیگه چقدر ترسیده بودی؟ والا ترس نه ترسیده بودیم. آره. مطمئن بودی که کدام حادثه پیش نمیاد؟ 100%. اگر لاله مک خواه بود نه؟ گازه او خورده بودی؟ سه جمع نبوده. شما دو خواه بودین؟ وقتی بیدار شدین چه نگرانی داشتین؟ حالا نگرانی ما بود که اصحاب بیدار کنیم فقط همی؟
کسی نبودین که موتور ببری شده نه دیگه یا به کنترل شده؟ نه دیگه صحنه یک دفعه خلاص فهمیدی که دیگه خطر نشده. خب عارف تو هم رقم حس داشتی؟ آره دیگه چون ترس نخوردی؟ زد از خواب بیدار کرد نه. وقتی که از خواب بیدار شدین و متوجه شدین نه دیگه نقصهش هم نبودین؟ نه نقصهش هم نه. ماشاءالله بچه چقدر بچهای چی هستین؟ شجاع هستین؟ آره دیگه. زیاد توی رقم یک مورد قبلا هم پیش آمده برای تو؟ نه این مورد پیش نمیاد. به خیال بدین دیگه و شما رو دومینجا خواب بدین ما هرچی شما رو بالا کردیم نشدین عارف یک بار بالا شد از خواب خو باز دوباره پس خواب کرد ما خواب ما پره نشدیم دیگه ما از موتر پایین شدیم نفهمیدیم که شما ورده چقدر با مشکل رو برشتیم وارد شده دیگه پایین رفتی چند بس نکرده نگرانی هم نداشتیم. انشاءالله که حال دیگه بخیر بریم و بخیر برسیم ها؟ آره بخیر. زاندیل پای کتل شاتو از طرف بامیان و ما به خیر و به خوبی پایین شدیم پس از اینکه چین بسته کرد دیگه سرنشینا هم یک کمی خاطرش جمع شد و آمدیم خلیفه هم البته درایور ما چینای خدا حال جمع کرد و به خیر سفر ما ادامه دارد تا مرکز بامیان شکر که تا این دم با ما بودین و یک شبی برفی و چالش کوتل شاتو را همراه ما دیدیم.